در اوج پاندمی کرونا ویروس آوازخوان معروف افغان مقیم امریکا فرهاد دریا ترانه نوی را اجرا کرد با نام کرونا که خود هم در حال کرانتین بود و در خانه بود و این ترانه در مدت بیش از 1.5 ماه نشرش صدها هزار تماشابین و هواخواه پیدا کرد. خود آوازخوان میگوید که در این شب و روز حساس تاریخی برای خود ضرور دانست که برای مردم معلومات و امید بدهد. ما با فرهاد دریا یک مصاحبه فاصلوی انجام دادیم و سوال نخستین من از آقای فرهاد دریا این بود که در این شب و روز او و عائله‌اش چی حال و هوا دارد. سلام و سرود و درود بر شما و نیز بر تاجیکستان مهربان و با فرهنگ. ما آدم شکایت و ناله و گله از روزگار نیستم. من به این باور هستم که آدم هر چی که میگه، انسان هر چی که به زبان میاره، هر چی که میاندیشه، هر چی که فکر میکنه، عین همو هو بالای روزگارش میاد. اگر زشت بگوییم زندگی ما زشت میشه، اگر نیک بگوییم زندگی ما نیک میشه، اگر زیبا فکر کنیم زندگی ما زیبا میشه و اگر از زندگی بنالیم، زنگ و ترنگ این ناله گوش زندگی ما رو پر میکنه. اما بهتر است که زیبا بگوییم، زیبا فکر کنیم و زیبا زندگی کنیم. روز و شب قرنطین و یا گوده خلفی شکر الحمدلله به عنایت برآوردگار خوب میگذره. صحت هستیم، سلامت هستیم، دست و پای ما چالان است. از زندگی شکایت ندارم. یعنی شما تا حال در کرانتین هستید و یا بعضی محدودیت ها را سبکتر کردید برای خود؟ شوربختانه بله، هنوز هم در قرنطین هستیم و پایان این گوته خلفی را هم نمیدانیم. فقط خداوند خودش میدانه که چی وقت این احوال و اوضاع پایان میافه و این واقعا بر همه ما شما دشوار است، نه تنها ما، نه تنها شما که بلکه بر تمام انسان ها در روی زمین. ما در خانه کوشش میکنیم که نهایتا 1 بار و یا 2 بار فقط به خاطر تهیه آب و نان و آذوقه و یگان دارو و درمان اگه نیاز باشه با اصطلاح از خانه برایم، صمیمانه برایم. به هر صورت روزهای قرنطین در کنار 2 عزیزترینم، عشق زندگیم سلطانه همسرم و شهزادم هجران عزیز، خوش میگذره. شکر کمال صحتمندی و سلامتی میگذره. با هم خوش هستیم، با هم قصه و اختلاط میکنیم، میجوقیم. ما در این روزا بیشتر مصروف آهنگسازی هستم، مصروف مطالعه، تماس از طریق رسانه‌های اجتماعی با دوستداران و عزیزان و هواخواهان خود هستم و از طریق آنلاین مصروف تدریس موسیقی در اکادمی موسیقی دریا هستم که از طریق آنلاین تدریس میشه. مدیتیشن میکنم، ورزش میکنم، خانه پاکی میکنم، جارو میکنم، صافی میکنم، آشپزی میکنم. خوب چیز هست نه؟ ساعتم هم کتیشتیر است و گذشته از همش که صحتمند هستیم و در پهلوی 2 عزیزترین دیگه خود بهترین اختلاط ها و بهترین جوقیدن ها را با هم داریم. شکر الحمدلله، هر لحظهش غنیمت است. برخی مردم در ایالات متحده امریکا از چاره‌های محدود کننده از کرانتین، از انزوا اعتراض میکنند، به خیابان‌ها میبرایند، ولی نظر شما به این چیز چی است؟ این جماعت به اصطلاح مظاهره چی بیشتر تندروهای راستگرا هستند که افراطی هایی هستند که نه تنها ما به ارتباط کرونا و یا این مشکلات که در مجموع در تمام ابعاد دیگه زندگی هم با افراطی ها و افراطیت نه سر و کار دارم، نه با ایشان میانی خوش دارم و نه میپذیرمشان. مسائل تعامل دولت و سیاست اینا را در برابر کرونا به یک سو میگذاریم. گذشته از این مسئله، در این اواخر هنگامی ویروس کرونا تا گریبان پر از تئوری های توطئه است یا به اصطلاح کانسپیرسی تئوری. از هر گوشه جهان ما یک تئوری نو میشنویم که میگن کرونا به این جهت و به اون جهت ساخته شده، ساخته دست بشر است و طبیعی نیست و نرمال نیست و از این نیست، از اون نیست، ملحوظ سیاسی ده، به ملحوظ اقتصادی است و هزار یک مسئله دیگه به خاطر بر صورت پیش نمیرم. بین از این مسائل بگذاریم و اجازه ندیم که اگه کرونا ما رو نکشت تشویشش خود نکشه. لازم نیست از کرونا وحشت و ترس داشته باشیم، فقط اینقدر کافی است که به توصیه های
مسئولین بهداشت و صحت توجه کنیم و هو به هو را عملی کنیم. کرونا مثل هر انفلوئنزا و فلوی دیگه یک فلو است، فقط اما قدر کافی است که ما مقاومت وجود خود در برابرش بلند بیاریم و در ضمن نگذاریم که تشویشش ما را یا گیج کنه یا دیوانه کنه یا خدای نخواسته از پای برده. خب بیایم برگردیم به ترانه کرونا. اون چگونه ایجاد شد؟ اصلا ایده چگونه به سر شما اومد؟ و تا جای من فهمیدم در ایجاد این ترانه اعضای خانواده شما هم به شما کمک کردند. ما بر علاوه پرداختن به موسیقی و عشق و هنر، از هنر و نام و اعتبار در میان مردم برای روشنگری و آگاهی انسان هم استفاده کردیم و استفاده میکنم. مردم گاهی سرود میخواین، گاهی موسیقی میخواین، گاهی عشق و آهنگ میخواین، شعر میخواین و گاهی هم به معلومات و امید اشد ضرورت می داشته باشند. اینجا باز کسای مثل ما ضرورت است. دو بزرگترین دلیل ایجاد و ساختن و سرایش آهنگ کرونا، یکی دور کردن ترس و وحشت در دلهای مردم از ویروس کرونا بود. دوم که به عنایت و کمک شور و هیجان موسیقی مردم برای در خانه ماندن دعوت کردم، تشویق کردم که الحمدلله خیلی هم شنیده شد، اثرگذار بود. نیکبختانه استقبال مردم از سرود کرونای ما خیلی بلند و گسترده بود که ما امروز یا روزانه در رسانه‌های اجتماعی شاهد نشر ده‌ها کلیپ ویدیویی هستم که مردم از 4 گوشه جهان، نه تنها افغان‌ها که غیر افغان‌ها، اونایی که فارسی زبان هستن، آهنگ میگذارن و او را لپسنگ یا لبزنی میکنن در برابر کامera، نشرش میکنن دوباره و این دست به دست و خانه به خانه و زبان به زبان و گوش به گوش میگرده و هر روز هم به تعداد این کلیپ ها در اینترنت افزوده میشه. بر ما کمال خوشبختی هست، حس خیلی قناعت بخش بر من میته این کار، چون میبینم که در یکی از حساس ترین لحظات تاریخ تانستین در کنار انسان، در کنار هموطنم، در کنار شهروندانی که من با ایشان هم خون و هم استخوان هم ریشه هستم باشم. این بر من کمال افتخار است. همچنان در جریان ثبت ویدیوی آهنگ کرونا، سلطانه و هجران هر دویش با من همکار بودن. یکی میکاپ میکرد و یکی متوجه لباس بود، دیگه متوجه کامرا بود و کامرا را کنترل میکرد. خب روزای اول کرونا بود، اضطراب و وحشت و ترس و یک رقم بی‌سرانجامی و گنگ بودن همه چیز خیلی دلگیر بود. ما هم تنها بودیم و هر کس مجبور بود که در قرنطین بانه، مثل که میلازم در قرنطین هستیم، ولی اضطراب روزهای اول معلوم دار نداریم و کسی هم نبود که مرا در قسمت کامرا وینا کمک کنه. از این خاطر سلطانه و هجران مرا کمک کردن در قسمت ثبت ویدیوی آهنگ. امروزها مردم زیاده در تاجیکستان و افغانستان از کرونا ویروس اذیت می شوند. شما در همین مرحله که حالا قرار داریم برای آنها گفتنی دارید؟ پیام و گفتنی ما و یا در کل روی سخن ما فقط متوجه تاجیکستان و افغانستان نه، بلکه متوجه تمام بشریت است. پیام خیلی ساده است، خیلی واضح و روشن است. پیام است که این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست. این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست حال کوچه ما خوب می شود. ای دوست حال کوچه ما خوب می شود. بگذار چند روز ای یار چند روز. بگذار چند روز ای یار چند روز. در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست کرونا ده بیرون است. خانه جای ماست کرونا ده بیرون است. خانه جای ماست کرونا ده بیرون است. کرونا ده بیرون است. کرونا ده بیرون است. سالهای زیاد شد که شما رو در تاجیکستان ندیدیم. هیچ برنامه، البته بعد از این بحران‌های بهداشتی، هیچ برنامه در سر دارید درباره
سفر به تاجیکستان، همکاری های احتمالی با هنرمندان تاجیک. از بس مدت ها شده تاجیکستان آمدیم، دلیم برای دیدار تاجیکان میتپه. دلتنگ تاجیکستان با فرهنگ و سخاوتمند و مهربان هستم. دلتنگ مردم با فرهنگ تاجیک هستم. خوشبختانه فکرها و طرحهای بکر در سر دارم تا چطور بتانم با شمار زیاد و قابل ملاحظه از هنرمندان تاجیک همکار باشم، همکاری داشته باشم، داد و گرفت و داد و دهش داشته باشیم، هم نفسی و هم گلویی داشته باشیم و با مردم تاجیکستان هم به اصطلاح یک بجوقیم، یک اختلاط داشته باشیم، اختلاط دیدار کنیم. انشالله که به زودی این برنامه ها را با شما شریک می سازم. تمنیات شما به مردم تاجیکستان و افغانستان چی است؟ کسی که تمام عمر فقط از پی عشق و صفا و دوستی و محبت و مهر بوده باشه، بر انسان هر کسی که باشه به جز مهر و صفا و دوستی و عشق و محبت دیگه چی آرزو خواهد داشت؟ خاصه که یک طرف افغانستان باشه که او خواستگاه ما است و از سوی دیگه تاجیکستان باشه که او خانه مشترک فرهنگ و عشقهای ما است. ای کاش سیاست ها میان ما خط جدایی نمی کشیدن تا این دو ملت چنان که استحقاقشان است، حقشان است، حق مسلمشان است، در کنار هم دیگه با هم می بودن روی یک سفره نان و پیاز با همی خودن، نان و پیاز خواهری و برادری خودن نیم کرده و هی خورده عمر می گذاشتندن و زندگی می کردن و هضم می بردن. سپاس فراوان از شما و سوالهایتان و از حوصله‌مندی مردم عزیز تاجیکستان که دیدن و شنیدن و تا این لحظه با ما ماندن. الله یار. تشکر. به سوالهای رادیوی آزادی فرهاد دریا پاسخ دادند.